هدیه پادیسان، طریقه پخت چند نوع غذای جدید به شما. بعدی که برای شما در نظر گرفتیم کراکوئر مرغ که مواد اولیه برای تهیه این غذا عبارتند از سینه مرغ، 1 عدد کامل پخته شده و خرد شده، کوکتل دودی 150 گرم، فلفل دلمه‌ای متوسط 1 عدد خرد شده، آرد 4 قاشق سوپخوری، شیر 1 پیمانه، نمک، فلفل، ادویه به میزان لازم، روغن مایع 4 قاشق سوپخوری. در ابتدای کار ظرفی رو که گنجایش همه مواد رو داشته باشه روی حرارت قرار میدیم و مرغ پخته شده خرد شده رو داخل ظرف میریزیم و شروع به تفت دادن میکنیم. در این مرحله روغن مایع رو به مرغ اضافه میکنیم. در مرحله بعدی کوکتل‌های دودی رو به موادمون اضافه میکنیم. مجدداً 2 تا 3 دقیقه تفت میدیم. در مرحله بعدی فلفل دلمه‌ای خرد شده رو که داشتیم اضافه میکنیم و مجددا شروع به تفت دادن میکنیم. میزان فلفل دلمه‌ای بر اساس ذائقه میتونه کمتر یا زیادتر هم بشه. در این مرحله به تفت دادن ادامه میدیم تا فلفل دلمه ها کمی نرم بشه. نمک، فلفل و هر ادویه‌ای رو که دوست داشتیم در این مرحله به موادمون اضافه میکنیم. مرحله بعدی مرحله اضافه کردن آرده. در این مرحله در حدی که آرد یک مقدار تفت داده بشه کافیه. در آخرین مرحله شیر رو آروم آروم به موادمون اضافه میکنیم، چون گاهی اوقات ممکنه 1 پیمانه شیر تماما استفاده نشه. به این حالت که در اومد از روی حرارت بر می‌داریم و می‌ذاریم تا کاملا خنک بشه. بعد از خنک شدن مرحله بعدی پخت رو انجام میدیم. بعد از اینکه مایع کاملا خنک شد از مایع به اندازه یه نارنگی بر می‌داریم، در دست به شکل کوکتل در میاریم، در آرد سوخاری می‌غلتونیم، داخل تخم مرغ غوطه‌ور میکنیم، مجددا در آرد سوخاری و به این ترتیب همه مواد رو به این شکل در میاریم. در یخچال قرار میدیم و بعد از نیم ساعت در روغن فراوان سرخ میکنیم به طوری که کاملا در داخل روغن غوطه‌ور باشه.
زمانی که رنگ آنها طلایی شد از روغن خارج میکنیم، چون نیاز زیادی به پخت نداره. غذای ما آماده است. میتونیم این غذا رو به صورت گرم و یا سرد سرو بکنیم و همچنین میتونیم این غذا رو قبل از سرخ کردن در فریزر قرار بدیم و زمان مصرف از فریزر خارج کنیم و زمانی که یخش آب شد در روغن فراوان طبق همین روالی که انجام دادیم سرخ کنیم و مصرف